سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز. امروز قبل از اینکه خبر NFP بیاد ما یه لایوی داشتیم و تحلیل کردیم که گفتیم که تو تایم 1 ساعت از 4 ساعته تحلیل کردیم. گفتیم که قیمت تو 4 ساعت تو یک کفی رسیده، برگشته اصلاح کرده، دوباره برگشته روش. بعد چون که تایم 1 ساعت خیلی برای تحلیلمون خوب بهتره، این دو تا منطقه رو مشخص کردیم. گفتیم قیمت توی این حرکت NFP میتونه به این دو تا منطقه برسه که اینجا رو مشخص کردیم. گفتیم یه روند نزولیش شروع شده، روند نزولی شکسته، الان روش اصلاح کرد که اصلاح این روند نزولی میشه این کفی که ما مشخص کرده بودیم. دقیقاً قیمت تو اولین NFP سال 2024 این کف رو زد، برگشت، داره میره به سمت اون تحلیلی که داشتیم در خصوص این. روز خوبی داشته باشی، انشالله که جمعه خوبی سپری کرده باشی تا الان.